طبق آماری رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تا دوره امسال یکم سال 2017 با تشخیص نشامندی 7102 نفر بیمار به قید گرفته شده است. در امسال یکم سال 2016 7185 نفر که این نشان داد با 1.2% یا 83 نفر کاهش یافته است. تناسباً تعداد زنان 183 184 نفر را تشکیل می‌دهند. از شماره عمومی نشامندان 7102 نفر 341 نفر بواسطه در 6 ماه سال 2017 آشکار و به قید گرفته شدند که 3 نفرشان زنها میباشند. از این مقدار در شهر دوشنبه 2696 نفر 107 زن، در ولایت سو 1136 نفر 45 زن، در ولایت ختلان 1304 نفر 20 زن، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 809 نفر 3 زن، در ناحیه‌های تابع جمهوری 1155 نفر 8 زن. سن سال نشامندان در 6 ماه اول سال جاری با قید گرفته شده نشان می‌دهند که شخصان از سن 18 تا 34 ساله امسال یکم سال 2017 2162 نفر نسبت به امسال یکم سال 2016 2251 نفر با 89 نفر یا 4% کاهش و سن 35 ساله تا 59 ساله امسال یکم سال 2017 4844 نفر نسبت به امسال یکم سال 2016 4836 نفر با 8 نفر یا 0.2% زیاد گردیدند. در نوبت خود نشامندانی که سن سالشان 60 ساله و از این بالا میباشند امسال یکم سال 2017 96 نفر نسبت به همین امسال یکم سال 2016 86 نفر با 10 نفر یا 1% افزایش یافته است. از شماره عمومی نشامندان 5759 نفر یا 81% را استعمال کنندگان مواد نشاور نوین گیرایی تشکیل میکنند که نسبت به امسال یکم سال 2016 5756 یا 80.1% 3 نفر یا 0.1% زیاد گردیده است.